پیسه‌تون جمع کنین، یک 5000 10000 شد که یک نفر شریک شوین، یک آپارتمان بخرین، یک دکان سرمایه گذاری کنین، زمین بخرین، خانه بخرین. شما شاید بگین که ما نمیتونیم اون 5000 10000. برنامه‌ای که ما تجارتی نشر میکردم در سابق ببینین، ما باز دوباره مو بخش باز میکنم، شما را کمک میکنم، میتونین که 3-4 نفر یک جای شوین، یک آپارتمان بخرین. مهم است که اتحاد داشته باشین، اعتبار داشته باشین، پیسه‌تون جمع کنین و آینده تان بهتر بسازین و خود از غلامی نجات بدین. یعنی هر وقتی که خواسته باشی بتونی ورزش کنی، چکر بری، پیسه‌ش داشته باشی، در قصه کرایه خانه نباشی و آزاد زندگی کنی. دیگه ان شاء الله که دو ورسه هم برای شما برنامه نشر میکنم و در آینده بسیار پلان‌های خوب دارم که شما را کمک کنم، خصوصا کسایی که در خارج هستین که نمیفهمین چطور پیسه‌تون جمع کنین و چطور سرمایه گذاری کنین و از همه چیز که مهمتر چطور از سیستم غلامی که میتریکس میگه خود نجات بدین. یعنی من خود نجات دادم، شما هم میتونید خود نجات بدین. همه چیز تعلق به خود انسان داره. دیگه من از پیشتان رخصت میشم. بازم میگم که ویدیوهای مرا لایک کنین، شیر کنین، ریپوست کنین، کامنت بانین و حمایت کنین. یعنی می چیزا ما شما میخوایم، اینجا گلک و شیرک و پلنگک کی چیز از شما نمیخوایم، پیسه نمیخوایم، فقط یعنی میرای که مروان هستیم در پالیم استاد شوین، حمایت کنین به خاطر آینده خود، به خاطر